عذاب کشیدیم بنام خدا من زنه کنم که گرین عذاب کشیدیم شما خود نه عذاب میکشه اوتا و چون میمبرن ما مرده او را نمیبینیم تو پدنواتی چاپلوس اکدام با دیوازادی گب میزنی. اگر امام علی حق باشه، اگر تاجیکستان صلح و آرام باشه، این زن، این مادر اینا کجا میروند مهاجرت؟ کجا فرار میکنن از وطن برای یک لقمه نان که فرزند او در وطن نان بیا و بخوره؟ السلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله. اما که خون همی چاپلوسا جوشونده استن که برای همیشه در زنگ زدم اینجا ما در غریبی مرده استیم عذاب کشیده استیم. این میگه امام علی بره و بسش هم 30 سال جمع کرد توپ کرد دزدید غری کرد دزدی کرد من نمیدونم چیکار کرد که همه ای کار را کرد لیکن آخه برای گم شب که قطعی همین چاپلوس ماپلوس و داخلی من چیو میگه من student میگه عقل گفزنی نداره حیوان این قدر خلق در اینجا خور و زور که تاجیکستان با فکرم که همه چاپلوس من روازی فهمیده است بچه کدام کلان شونده ایتون میدیگ میخونی قوریک میخونی قور لحد داخلی چی قبر آمده اینجا آدم ها را ایتری و تری کدام خوجه خارجی شما خوجه خارجی شما اون همه امام علی توبه کرد ای بامشا بخشش امام علی چاپلوسی کرده میگرده بیسا اینجا در که برامده مردی بهترینش که محمد اقبال بنامی الله قسم مردی بهترینه شما کمی پشت غریبا کرد میزنه راست میگه همین حق تاجیکو همش میخواه که همه امام علی ده بس های مصفت شدی برو آخی اینجا اولادی میکنه چیکو میکنه مرده که خوب ما عذاب کشده سمورم خدا همی بنده فرده در روی دنیا بگردیم زندگی کنیم پدنور ما عذاب کشیدیم بنام خدا من زنه کنم که گرین عذاب کشیدیم شما خود نه عذاب میکشه اوتا و چون میمبرن ما مرده او را نمیبینیم تو پدنواتی چاپلوس اکدام با دیوازادی گب میزنی 3-4 میلیون آدم در هر جای دنیا و جهان تقسیم شده خطای قدانو میگیری پدنوات این همی قگب داشتم اکای محمد اقبال خدا نگهبانتان شما مردی بهترینه این همین جمعه 5-6 کس همین همکارون منقدر شیشتاییم میگم که خدا کنه که همین اکر محمد اقبال پریزیدنتی ما شوه بهترین انسانی به خدا یا که همین سوخته شون گرفته سوخته دردک شون گرفته نمیدونه یا چیکار کنن این خدا زدانه که خودمون انشاءالله غالب میشیم همه وقت حق دار میرسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. برادران من میخواستم که به همون برادری که دارن امروز چاپلوسی میکنن یا که از طرف امام علی را میگیرن یعنی که براشون گفتنیم که از الله یکم شرم کنه در برابر این که شما ظلم میبینه ظلم میدونه که واقعا ظلم است در تاجیکستان برای مردم در یک وضعیت ناگوار قرار دارن برای یک لقمه نان مردم مهاجرت آواره در بدر بخانه این چی حال است شما همه اینا بزن این میبینن و میبراین میگن که جناب عالی حق هست شما با کدام روتان با کدام ناموس مردیتان از رحمان و دفاع میکنه هر کسی میگه که من نه طرف این هستم نه طرف اون هستم بعد من یک چیز دیگر رو میخوام قید بکنم که به همین چاپلوسا که در برابر که رحمان و حق هست برای چی پدر و مادر مخالفانه زیر اذیت قرار میده برای چی وقتی که حق هست برای چی سخن حق میترسد هر کسی حق هست هر کسی مردمیت سالی که ناحیه ما امام علی رحمان سفر میکرد سگای همون منطقه را میبردن بند میکردن که در آغلخانه ها که حتی آوازای سگان ابرویه آدم ها دیگر طرف بستن با وقت نه برادران شما چی خیلی همین را طرف شما گیرن او خودش میدونه که ظالم است حق نیست
اینا خودش خب چند 100% خیلی مشکل است. باور کنید شما همون کسایی که نان و نمک همین ملت و دولت هم میخورن، برای چی از امام علی نمیخیزن دفاع نمیکنن؟ برای چی یک وزیر کبیر حجیرش نمیخیزه دفاع نمیکنه که جناب قالی ما حق است؟ برای چی شما امروز که نان به محنت و زحمت خودتان میآورید با میخیزن در منبرای حق برآمد میکنین که جناب عالی حق است و این حق است و آن حق است؟ یکم شرم کنید از خدا، یکم حیثیت مردیتان بالا برداره، ناموستان یکم کار فرمه. اگر امام علی حق باشه، اگر تاجیکستان صلح و آرام باشه، این زن این مادر اینا کجا میروند مهاجرت؟ کجا فرار میکنن از وطن برای یک لقمه نان که فرزند او در وطن نان بیاوه بخوره، حالی او خوب باشه در مکتب و معارف ما در سطح نو قرار داره. یکم حراس داشته باشه خدا، یکم شرم کنه خدایی که در بالای سر شما است. سلامت باشید خواهر، سلامت باشید خواهر. ولی خداوند کاری کنه که همین مردای چاپلوسا با غیرت شما بود یک خیلی از خداوند یعنی که التجا میکنیم که خداوند همین مرد و همین چاپلوسا فرزند فرار میکنی ای وطن. مقصد اینا چی است؟ مقصد اینا همین است که با امر تقدیر وقتی خواهر کنه شوهرش جداشی رسیه نره و مردی کاری تنسار و تنشونه هر ناکس نشه در ملک غریبی و نان و نمک پیدا کنه با 4 فرزندش با 3 فرزند در وطن زندگیش ببره. یا که مادر پیری تو نره و در امانت بند 1 ساعت برای یک پنسیه گرفتن نیستد، روزی دراز ماهی دراز نره و برای پنسیه ماهی اوزش تا سپتامبر منتظر نشینه. اگر همین مخالفان نباشند باور کنه این حکومت ظالم مدرویه در خانه تان تجاوزتان میکنه، هم زنتانه هم مردتانه. این سخن این است که هم حق بگن واقعا خداوند برای چاپلوسا غیرت ناموس بود که همون ناموس غیرت مردانگیشون دستای نصفشون از دست دادگان، حیثیت و غیرت ناموسشون از دست دادگان. فکر میکنن که تمام چیز رحمان و رحمان و دیگه مردانی نیست، یا همین تمیز تمام به قفوش بخریم میگرده. ولی نه ان شاء الله رحمان وقتش رسیده است که کل شیء اجل، همه چیز اجل خودش داره، همه چیز یعنی که وقت و ساعت معین خودش داره. ان شاء الله که ببینید که با چی کار میشه.